اندر این وانفسا تو وجدانت را به کوچه علی چپ ببر، من در خواب، تا که آسیبی نباشد بر ما. تو ندیدی مگر آن همه آوار را، خانه ها در آتش، کودکان پاره پاره، مادران بی سر به زیر باشد سرمان، کار به کار ما ندارند ای رفیق. مطمئنی تو که روزی دختران ما نگویند کمک؟ ما صدای نعره برادرهای به خون غلتیده و مادران رنجیده از تیر و تفنگ وحشت چشمان پدر را نمی‌بینیم. خود را به خریت بزنیم، به فنا رفتن را نمی‌بینیم. ترکش و باتوم و خمپاره، تیغ و مسلسل‌ها فقط مال توماج و نوید و ندا و نرگس و محمد نوریزاد هاست. ما در امانیم؟ نه، من گمان نمی کنم دوست من. ای برادر، ای رفیق، ای هموطن، قبل خوابت یک قول مردانه می خواهم ازت. دست سردت را دست من ده، قولی از اعماق دل. نوبت ما که رسید بس دیگر، بیا تا نمیریم در خواب. برخیزیم و بایستیم، چشم در چشم اهریمن با مشت‌های گره کرده. مردانه بمیریم لااقل.